عشقم آیلا رو برسون خونه، خیلی خیلی مراقب خود باش، رسیدی حتما بهم خبر بده. آیلا فعلا. مهدی حس نمی‌کنی یه کمی رفتارای نامزدت جدیداً تغییر کرده؟ آره والا، یه چند وقتی هست یه نفر پیمای ناجوری بهش میده، تهدیدش میکنه. تهدید چی؟ بهش گفته اسید میپاشم تو صورته، گفته مثل سایه دنبالتم، هر جا بری پیدات میکنم، تا زیباییت ازت نگیرم آروم نمیشم. نه بابا خیلی جدی نگی، شاید خوشو بر تو روز کن. نه جدیدن کلا از موتوریا میترسه. ندی پشت را قرمز تا موتوری اومد کنار اون سری شیشه رو کشید بالا. نمیدونم چیکار کنم واقعا. یا خدا، آیلا فکر کنم همونان. قدیما هر وقت از خواب پا می شدم اولین کاری که میکردم میرفتم خودمون تو آینه نگاه میکردم، اما الان از این میترسم حتی تو خیابون داره آینه تصادفی رو در رو بشم. میدونی چرا؟ آیا چی ربطی به من داره؟ از صبحی دهن من سرویس کردین. یه بار دیگه میپرسم، میدونی چرا؟ نه چرا؟ چون تو الف چیه کاری وام کردی که حتی خودم از خودم بدم میاد، چه برسه به مردم. چنده شدم نه؟ داش مدی توی خودم من خفه شو، من داش تو نیستم نمک بهروم. چه بدی در حقت کردم که گند زدی به زندگیم ها؟ جز این که دست تو گرفتم دستم از آرنج قطع کردی، سفره برات پهن کردم نمک خوردی، نمک پاشو دزدیدی. چه بدی در حقت کردم ها؟ باتم ببخشید مدی، غلط کردم، گوه خوردم مدی، ببخشید. ببین اینا دیگه هیچ فایده ای واسه من نداره. الان همون کاریو میکنم باهات که با هم کردی. هی بباش تو صورتت. نه تو قرآن نمدی، میگم تو قرآن کار زنت بوده مدی، کار زنت بوده. میخواست اینا رو بپاشت تو صورتت که زیبایی تا دست بدی فقط برای همیشه مال خودش باشی. با قرآن گیر بودم مدی، با قرآن گیر بودم. میخواستم برادر رو تو زندون در بیارم به خاطر پول مهریه، مجبور شدم، ببخشید. آخه خانم تفلکی من یه ماه پیش میخواست از خیابون رد بشه، یه ماشینی زد زیرش. الان 1 ماه فلجه. ماسکی تو در بیار. ولی خانومم دورت بگردم، میدونی اون ماشینیه کثافت من بودم. به نظر تو میدونه؟ آخه بی انصاف، تو قول دادی منو نمیفروشی، من به خاطر برادرم این کاری کردم، چرا منو فروختی؟ به خدا اگه من حرفی زدم. کی گفته خانوم من تو رو فروخته؟ خیلی دوست داری بدونی؟ راننده موتور. چی؟ اون داداشم بود، اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. آره تو قرار بود واسه 100 میلیون خرج کنی، من یه 0 گذاشتم جلو 100ت. حتی تا خلافای باباتم تو جوونی لو داد. بچه جون باز که تو در بیار داشت ببینت. پس کی منو لو داده؟ وقتی مهر یکی میافته به دلت عاشقش میشی، هیچ جوره هیچ چیز رو نمیتونی ازش پنهون کنی. شرمنده رفیق. تو چرا شرمنده ای؟ ببینید 2 تا باتری جلوتونه، یکیش آبه یکیش اسید. به انتخاب خودتون یکیشو انتخاب کنید. یکیتون زنده میمونین بعد از 2 روز تشنگی، یکیتون هم قطعا میمیرین. روزتون بخیر. اینا هر دوتاشون میخواستن تو رو نابودت کنن، چرا به یکیشون فرصت زندگی میدی؟ ببین اون بهترین رفیقم بود، اونم زنم بود، ولی هر دوتاشون بهم دروغ گفتن. پس منم از امروز دروغگوی خوبیم. جفتشون هستید.